نام آگاهی، فنا و خلقت. در این قسمت از پادکست سفری را آغاز می‌کنیم به ژرفای ذهن و ماشین، جایی میان فلسفه، آینده و بازی‌های ویدیویی. اینجا نقطه تلاقی هوش مصنوعی، فلسفه آفرینش و رویای انسان برای جاودانگی است. سفری از سیستم شاک تا بایوشاک و از ایستگاه فضایی سیتیدل تا شهرهای فراموش شده رپچر و کلمبیا. منابع این پادکست مجموعی از متون و آثار فلسفی و تحلیلی هستند. کتاب‌های بایوشاک and Philosophy، Irrational Game، Rational Book و بایوشاک From Rapture to Colombia. همچنین نوشته‌ها و مقالات اندیشمندانی چون میشل فوکو، نیچه، کارل پوپر، نیک باستروم و جیسون جورجانی. در کنار آنها تاریخ تکامل بازی‌های ویدیویی از نخستین بازی‌های نقش‌آفرینی و شوترهای اول شخص تا ظهور استودیوی ایرشنال گیمز و ذهن خلاق کن لوین رو دنبال خواهیم کرد. مردی که تونست با سیستم شاک و سپس بایوشاک ژانر بازی‌های ویدیویی را از سرگرمی صرف به یک بستر فلسفی برای پرسش‌های بنیادین درباره آزادی، اختیار و انسان بودن تبدیل کنه. در این فصل نخست از سگانه فلسفه سری شاک به سراغ مفهوم هوش مصنوعی، خودآگاهی ماشینی و آینده پژوهی فناوری می‌رویم. از رویای فرامعنوی ترانس هیومنیسم تا کابوس تکینگی یا سینگولاریتی، از وعده خدا شدن انسان تا خطر نابودی او به دست خلاقیت خودش. در این مسیر اهمیت سیستم شاک را به عنوان بنیان فلسفی و الهامی که بعدها به بایوشاک انجامید بررسی می‌کنیم. آثاری که نه تنها تاریخ بازی‌های ویدیویی را دگرگون کردند، بلکه در قلب خود یکی از مهمترین گفتگوهای قرن 21 را زنده کردند. گفتگوی انسان با آفریده خود. ابتدای دهه 70 میلادی بود که اولین نمونه‌های اولیه و پروتوتایپ‌های بازی‌های نقش‌آفرینی توی دانشگاه توسط دانشجوی دانشگاه ساخته میشه. روی کامپیوترهای خیلی ابتدایی که اون موقع در دسترس بود. مثل خیلی از بازی‌های دیگه، اولین بازی‌هایی که خلق شدن الگوبرداری مستقیم از یک سری آثاری بودن یا یک سری تجربیاتی بودن، بهتره بگم، که توی دنیای واقعی جواب خودشون رو پس داده بودن. به عنوان مثال بازی فوتبال یا فیفا توی دنیای ویدیو گیم قاعده و سرگرم کننده بودنش رو تو دنیای واقعی نشون داده و بازی سازا با بازگردوندن اون توی دنیای تجربه های تعاملی در بستر دیجیتال سعی میکنن که اون تجربیات رو، اون احساسات رو بازسازی کنن دوباره، یا تجربه رانندگی یا شلیک کردن یا هر تجربه‌ای که تو دنیای واقعی باعث یه جورایی ترشح دوپامین میشه توی مغز. اولین بازی نقش آفرینی هم از این قاعده مستثنا نیستن. تقریبا اواخر ژانویه 1974 بود که دو نفر به اسم گری گایگکس و دیو آرنسن میان و یک بازی فکری یا بورد گیمی رو خلق میکنن به اسم Dungeons and Dragons و این بازی تبدیل به یک پدیده فرهنگی میشه. در دهه 80 خیلی محبوب میشه و تا همین الان هم طرفداران زیادی داره و خیلی ها بازی رو تجربه میکنن. با الگو برداری و الهام گرفتن از این بازی در 1975 توی نشستی به اسم، یا گرد همایی بهتره بگم، به اسم وار گیمر روی دستگاه‌های PDP 10 ها و پلیتو سیستم ها بازی‌هایی مثل دانجن توسط دان دکلو، گری ویزنهاند و ریوود ساخته میشن. اما مطرح ترین و موفق ترین بازی که اون زمان با الهام گرفتن از دانجنز اند دراگون ساخته میشه یک بازی به اسم کلاسال کیو ادونچر توسط ویلیام کروتر هستش در 1976 که این بازی تکستوال ادونچر گیمز هست، جزء اون بازی ها محسوب میشه. بازی هایی هستن که شما خیلی متنی در حقیقت تعامل دارید با دنیای بازی و گرافیک خیلی خیلی ساده‌ای دارن، تا حدی اصلا ندارن
انگار یک کتاب دیجیتالی تعاملی رو دارید تجربه میکنید و اتفاقاتی که باید بیفته و شخصیت اصلی که دارید کنترلش میکنید با تایپ کردن دستورات اون کارا رو انجام میده و بعد دنیای بازی نسبت به رفتار شما واکنش نشون میده. به موازات اون تو بازی‌های اول شخص تیراندازی ما بازی اسپزم رو داریم در 1974، بازی که توی ژانر پرو الیت محسوب میشه، و بعد میزوار 1975، موریا 1975. میزوار حالت هایدن سیک میز گیم بهش میگن، قایم موشک توی یک بستر در هم تنیده و تو فارسیش ما میگیم ماز. موریا یه بازی نقش آفرینی بود که اجازه میداد تا 10 تا باز یا پلیر دیگه همزمان بتونن با هم دیگه تجربه داشته باشن. یه اولین اقدامات برای بازی چند نفره و بازی‌های آنلاین یه جورایی بود. و بازی سوپر استار ترک روی دستگاه PDP 10 که این بازی توی نوجوانی کن لوین خیلی تاثیر داشت، که از بازی مورد علاقه‌اش بود. استار هاک 1977 عرضه شد روی سینماترونیکس. تیل گانر 1979 که یک نسخه فرعی از همون استار ترک بود، سوپر استار ترک. استار ریدر 1979 روی آتاری 400 و 800. و بازی بتل زون که این بازی بود که شما در واقع یه تانکی رو کنترل می‌کردید و اولین المان‌ها و عناصر تخریب پذیری رو داخل دنیای دیجیتال شما میتونستید مشاهده کنید. 1983 استار وارز عرضه میشه که گرافیکش 3D وایر فریم بود. برای کسایی که با نرم افزارهای سه‌بعدی مثل 3ds Max کار کردن میدونن که نسخه وایر فریم باعث میشه که اون بعد مثلا تکسچرها و نور پردازی و رنگ ها از بین بره و شما با یک سری چند ضلعی های خیلی ساده مواجه بشید که این توهم و این ایلوژن رو به اصطلاح القا کنه که حجم دارن اون در حقیقت چند ضلعی ها. اولین بار هم گرافیک سه‌بعدی روی دستگاه‌های آرکید اومد و بعد وارد کامپیوترهای شخصی شد. 1979 بر روی دستگاه یا کامپیوتر خونگی اپل 2 فردی به اسم ریچارد گریت معروف به لورد بریتیش میاد بازی به اسم آکالبث رو میسازه. ریچارد گریت یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های صنعت گیمه. اوریجین سیستم، شرکت اوریجین سیستم رو میسازه و همینطور فرانچایز اولتیما که یکی از تاثیرگذارترین فرانچایزهای تاریخ ویدیو گیمه. بازی آکالبث هم یک دید تاپ داون داشت، از بالا به پایین موقع در حقیقت کنترل کاراکتر، و موقعی هم که شما وارد اون غارها و دانجن ها می شدید دید سابجکتیو ویو رو پیدا می که اول شخص می شد. یه سری بازیات الزاماً از این فرمول پیروی نکردن چون انقدر که بازی موفق بود و ژانر دیفاینینگ بهش میگن دیگه، یعنی ژانر رو تعریف کرده بود. همین که شما الزاماً از اون فرمول استفاده نمی کنید خودش یک دستاورد محسوب می شد. بازی ویزردری از سرتک 1981 عرضه شد. The Bard's Tale از اینترپلی 1985. Advanced Dungeons and Dragons Treasure of Tormin روی اینتلیویژن از HBH Technological Consulting 1983. Might and Magic از New World Computing 1986. و بعد ما یه وارد برهه در حقیقت ترکیب شدن و هایبرید شدن ژانرها و المان‌های مختلف شدیم. مایک سینگلتون که این هم یکی از شخصیت‌های بسیار تاثیرگذار صنعت بازی هست، بازی به اسم The Lords of Midnight روی دستگاه ZX Spectrum 1984 عرضه میکنه که اجازه میداد شما چند تا شخصیت مختلف رو بتونید کنترل کنید توی یک بستر همون تکستچوال ادونچری که عرض کردم. و بعد از اون یک بازی به اسم الیت عرضه میشه که این خودش تعریف میشه تا مدت‌ها به یک ژانر. دیوید برابن، ایان بیل روی BBC ماکرو این بازی رو میسازن در سال 1984. تقریبا ما اولین نمونه‌های گیم انجین هم این مواقع است، این تو این بره زمانیه که مشاهده میکنیم. یک سگانه به اسم مرسنری از نوواژن سافر بین 1985 تا 92 ساخته میشه
و بین بازی 86 تا 92 دقیقاً اون دوره گیم انجینه. برای عزیزانی که نمیدونن گیم انجین چیه، من یک ورژن تعریف ساده چیزی که خودم متوجه شدم و بخوام بهتون بگم، در حقیقت اون بستر نرم افزاری، اون زیرساخت‌های فنیه که به لول دیزاینرها و گیم دیزاینرها داده میشه برای اینکه شما نخواهید بابت هر خروجی که دارید میگیرید، اگه مثلا برای دستگاه پلی استیشن فرضاً دارید بازی میسازید، نرید از صفر دوباره کدها رو بازنویسی کنید و برای مثلا دستگاه ایکس باکس یا کامپیوتر شخصی بخواید اون دوباره کد بنویسید. اینسنتیو سافتور بازی فری اسکیپ دریلر رو میسازه، توتال اکلیپس و بعد بازی چولو از سالید ایمیج 1986 عرضه میشه که اولین بار مکانیک هک کردن دستگاه‌ها یا پهپادها و یا دوربین‌های مداربسته داخل این بازی تعریف میشه که الان توی خیلی از بازی‌ها به عنوان یک چیز بدیهیه، یک سیستمی هستش که تو خیلی از بازی‌ها استفاده میشه. بازی د کالونی از مایندسکیپ 1986 عرضه شد و بعد بازی اینفستیشن از ساینوسس در 1990 که 2 سال قبل از الون این د دارک بود که اولین بازی ترسناک 3 بعدی محسوب میشه و بعد از اون رزیدنت ایول که یک فرانچایز چند میلیارد دلاری میشه. اینوستیشن این یه سری عناصر ترسناک رو استفاده کرده بود، مثل اینکه کاراکتر اصلی مثلا صدای نفس کشیدنش رو مخاطب میتونست بشنوه فرضاً. بعد از اون دانجن مستر 1987 از FTL Games این اجازه رو میداد که شما هر آیتمی رو که میخواستید برداری توی بازی آنن به شکل خیلی ایمیدیت و اینستنت اون آیتم رو بتونید بیارید داخل اون فهرست دارایی یا اینونتوری خودتون و همینطور با المان صدا و نور میتونستید هوش مصنوعی دشمنان رو به سمت خودتون جلب کنید و بعد نسبت به این آگاه میبودید. همه اینا باعث شد که یک سری بازی‌ها بیان و پشت دست این آثار قبلی بازی کنن و ازشون الهام بگیرن. Eye of the Beholder سگانه‌ای بود از وست‌وود استودیوز بین 1990 تا 93، کپتیو سال 1990، نایتمر با کی 1991، Realms of the Hunting 1997 که اینا رو آنتونی کروتر که قبلا بهش اشاره کرده بودم خلق کرد. و بعد ریون سافر در 92 بلک کریپتو ساخت و وست‌وود استودیوز دوباره لندز آف لور رو در 1993 میسازه. بعد از اون ما 2 تا بازی خیلی تاثیرگذار داریم توی این فرایند تکاملی ژانر. بازی هستش به اسم میدوینتر، اولیش 1989 از مایک سینگلتن که این اولین تلاش جاه طلبانه بود برای اینکه شما بتونید آزادی عمل خیلی خیلی زیادی به مخاطبتون بدید و اولین تلاش برای بازی سند باکس یا بعضا اوپن ورلد بود. دومین بازی کورپوریشنه که یکی از آندرریتد ترین و محجور ترین بازی ها هم تا حدودی هست که سال 1990 عرضه شد از دیمنشن کریتیو دیزاینز. بیل آلن و کوین بالمر نقش کلیدی داشتن در خلق این بازی و اولین المان‌های در حقیقت سایبرپانکی و پیشرفت کاراکتر، قفل باز کردن، هک کردن، تمام اینهایی که خیلی متداول شده در ژانر مثلا علمی تخیلی و بازی‌های نقش آفرینی در اولین بار در کورپوریشن بود. یه بازی ایمرسیو سیم در طولانی مدت مثل دیوس اکس و اینها. تا اینکه میرسیم به یه شخص خیلی مهم به اسم پال نورث که روی بازی آتو دول کار کرده بود که یک اقتباسی از یک بورد گیمی بود به اسم کار وارز، و اسپیس روک در 1989 که یک ترکیب و میکسی بود از المان‌های نقش آفرینی اولتیما استفاده کرده بود و همینطور اسپیس سیمولیشن یا شبیه ساز فضایی و که شبیه بازی الیت بودن، همون الیت استایل بهشون میگفتن. بعد از اون روی اپل 2 میاد و یک انجینی که خوردم کند بوده رو بافتای 3 بعدی بهش میده و روی کامپیوترهای آی بی ام هم میاد دوباره اجراشو میکنه، ریورک میکنه رو اونها و استودیو بلو اسکای رو تأسیس میکنه. افرادی هم که دخیل بودن توی تأسیس این استودیو و همکاری کردن با پال نورث، فردی به اسم داگ چرچ بود که خیلی تاثیرگذاره، داگ وایک و دن شمیت. اینا همون
تابستون 1990 میان یک دموی میسازن، دموی فنی میسازن که کلی پابلیشر و ناشر رو به خودشون جذب میکنن که از بین اینها اورجین سیستم خالق اولتیما، همون لورد بریتیشی که گفتیم، هم جزشون بوده و اینا استقبال میکنن و شروع یک همکاری بوده. توی اورجین سیستم یه فردی که خیلی اونایی که اهل یکم صنعت گیم رو دنبال میکنن قطعا اسمش رو شنیدن و یکی از تاثیرگذارترین افراد صنعت هستش، به اسم وارن اسپکتر میاد. به واسطه اینکه خریداری میشه بلو اسکای توسط اورجین سیستم، این هم وارد بلو اسکای میشه. تا اون موقع وارن اسپکتر روی بازی‌های مثل وینگ کاماندر، اولتیما 7 و اولتیما وارز آف ادونچر 2 مارشن دریمز کار کرده بود. اینا میان و توی همون یونیورس یا زیست جهانی که در اختیار اورجین سیستم بود، یعنی اولتیما، بازی اولتیما آندرورلد دستیجن ابس رو میسازن که بعد از اون 2 ماه بعد از اون ولفنشتاین 3D هم عرضه میشه. حالا ولفنشتاین 3D از کجا اومد؟ خب توی صنعت گیم ولفنشتاین و بعد از اون دوم یکی از بازی به شدت تاثیرگذار بوده، مخصوصا توی ژانر اول شخص تیراندازی. تا مدت‌ها بازی‌ها دوم لایک بودن، شبیه دوم بودن، قبل از اینکه بخوایم به ژانر مثلا اول شخص تیراندازی امروزه بگیم اول شخص تیراندازی. ولفنشتاین 3D توسط استودیو ایت سافر ساخته میشه که قبلا کاماندر کین یه بازی 2 بعدی پلتفرمر رو میساختن، بعد 1991 هاور تانک 3D رو ساختن و بعد کراگام 3D. اعضای تاثیرگذار و مؤسسینش هم خب جان کارمک اون زمان 19 ساله بود، نخبه، و جان رومرو. انجینی که باش کار میکردن انجین نسبتاً ساده‌ای بود و اون آزادی عملی هم که مثلا به مخاطب داده میشد محدود بود. شما فقط به چپ و راست میتونستید موس و حرکت بدید یا کاراکتر فقط دید 2D و 2 بعدی رو داشت، به چپ و راست فقط میرفت. با اینکه اولتیما آندرورلد از نظر فنی واقعا یک دستاورد عجیب و غریب بود. دوربین هم بالا میرفت، چپ میرفت، راست میرفت. محیط‌های بازی حجم داشتن، به شکل یکسان و خیلی در حقیقت تک‌بعدی نبودن، بالا پایین داشت محیط بازی. و خود داگچر سال 2002 توی مصاحبه میگه که ورژن نهایی بازی شبیه یک انباشتی از ایده ها و مفهوم ها و کانسپت های مختلفی بود که ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم به بهترین شکل انجامشون بدیم. حالا به موازات این ما کن لوین رو داریم که خب بیشتر باید بهش بپردازیم. ایشون ادبیات نمایشی خونده بودن توی دانشگاه توی فکر کنم نیویورک و بعد میرن لس آنجلس که روی یه بازنویسی فیلم کمدی رمانتیک خیلی بد کار کنه و ناامید و سرخورده برمیگرده نیویورک. به عنوان یک مشاور فنی توی وال استریت کار میکنه توی 29 سالگی که حالا بعدها میگیم چه شکلی وارد حالا صنعت بازی میشن و با این افراد ارتباط میگیره. یه فرد دیگه به اسم رافائل کولانتینیو هست که ایشون هم فرانسوی الاصله و فرانسویه. توی مجله جویستیک به عنوان منتقد و عضو مثلا مطبوعات ویدیو گیم فعالیت میکرد. بعدش میره ارتش، میره وارد ارتش فرانسه میشه و خب علاقش طبیعتاً بازی رایانه کامپیوتر بوده تا وقتی که ای میاد و شعبه فرانسه اورجین سیستم رو میخره و اون استعفا میده و از ارتش میاد بیرون و وارد این استودیو میشه. نسخه بعدی اولتیما آندرورلد، نسخه دومش که اومد بیرون، بازی بهتری بود از هر نظر دیگه و باعث شده بود این سری اولتیما آندرورلد به طور مشخص که منبع الهام مثلا یک فرانچایز خیلی بزرگی مثل The Elder Scrolls بشه که نسخه مثلا اسکایریم این بازی 10 میلیون نسخه تا الان فروخته و یکی از تاثیرگذارترین و محبوبترین سری بازی‌های تاریخ صنعت گیم هستش. اتفاقی که میفته بعد از انتشار اولین نسخه اولتیما آندرورلد، بلو اسکای
میاد و با یه شرکتی به اسم لرنر ریسرچ ادغام میشه، مرج میشه، که این لرنر ریسرچ رو فردی به اسم نت لرنر ساخته بوده که روی شبیه سازهای پرواز و شبیه سازهای نظامی حتی کار میکرده. چون در ادامه هم اینا استودیوی لوکینگ گلاس رو یکی از پروژه‌هاشون با ارتش آمریکا بوده برای اینکه بتونن پروازهای هواپیما رو شبیه سازی کنن. از ادغام اینها هم یک شرکتی به اسم لوکینگ گلاس تکنولوژیز که بعدها تبدیل میشه به لوکینگ گلاس استودیوز به وجود میاد و خلق میشه. دو تا هدف اصلی هم داشتن، اینها اولویت اصلی داشتن. یکی این که بیان بازی‌های شبیه ساز پرواز مثل فلایت انلیمیتد رو بسازن و همینطور با اون فریم ورک و چارچوب آنریل اولتیما آندرورلد تو اون زمینه هم بتونن یک تجربه جدید خلق کنن که منجر میشه به بازی سیستم شاک. حالا در ادامه خیلی مفصل‌تر در مورد داستان و تم‌های فلسفی این بازی صحبت میکنیم. یه فردی اضافه شد به این تیم لوکینگ گلاس به اسم گروسمن و ایده‌ای که داشت این بود که چون توی بازی اولتیما آندرورلد وقتی شما تعامل برقرار می‌کردید با هر کدوم از NPC‌ها و شخصیت‌های بازی، یه باکس و یک جعبه میومد بالا سر هر کاراکتر که اونجا مثلا یه سری نوشته‌ها و دیالوگ‌ها مثلا برقرار می‌شد. خب این باعث میشه اون حالت ایمرژن و غرق شدن توی تجربه رو از شما بگیره. اینا هم دنبال این بودن که چجوری میتونیم این تجربه رو واقع گرایانه تر کنیم، بهترش کنیم، طبیعی ترش کنیم. ایده‌ای که گروسمن اومد در حقیقت به ذهنش رسید، گفت میشه ما توی یک دنیایی در حقیقت داستان بازی جریان پیدا کنه که NPC ها اصلا مرده باشن، کاراکتری نباشه و آثار مثلا زندگی قبلیشون رو شما برید و مشاهده کنید. خب این ایده بعدها تبدیل شد به یکی از در حقیقت مبانی، یکی از ابزارهای روایی که در اختیار گیم دیزاینرها هست. یعنی سرنخهای سمعی و بصری دادن برای اینکه شما بدون اینکه مستقیما بخواید به مخاطب یک داستانی رو برسونید، با اون سرنخها و چیدن اون سرنخ کنار هم دیگه داستان رو القا کنید. تا به خاطر همین هم شد که داستان بازی توی محیطی به اسم یک ایستگاه فضایی به اسم سیتیدال اتفاق میفته که حالا در ادامه بازم با جزئیات بیشتر توضیح میدیم که خدمه اون کشته شدن و شما اجسادشون رو میبینید یا دیگه فرم انسانی ندارن حداقل، ولی با خوندن ایمیل ها و فایل های صوتی ذخیره شده اونها متوجه میشید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده تو این دنیا. علیرغم این که از نظر فنی بازی فوق‌العاده بود و بسیار بسیار منتقد پسند و تاثیرگذار بود روی صنعت، ولی توی 3 ماه اول فقط 170,000 نسخه فروخت. در مقابل بازی دوم از ید سافر 1,000,000 نسخه فروخته بود. 1996 کن لوین پاسخ میده به یک اعلامیه‌ای که گذاشته بودن برای فراخوانی که برای استخدام گذاشته بودن و داگ چرچ خیلی نقش کلیدی داشت برای جذب این فرد، چون که کن لوین هیچ پیش زمینه فنی و برنامه‌نویسی و کامپیوتر نداشت و اون شوق اصلی و علاقش به صنعت بازی و این استودیو و آثار این استودیو بود که منجر شد بخوان مجاب بشن، جلبش کنن و اضافهش کنن. روی یک سری پروژه ها کار کردم بعد از سیستم شاک. یکیش Better Red Than Undead بود که یه بازی زامبی بود توی محیط چرنوبیل، تم کمونیستی و تم زامبی آخرالزمانی بامزه‌ای داشت ولی این هیچ وقت اجرایی نشد. و بعد از اون یه پروژه به اسم دارک کاملات رو اینا استارت میزنن که قرار بود یه بازی نقش آفرینی باشه مثل طبق همون اولتیما آندرورلد. شما قدرت اینو داشتید که کلاس هر کدوم از شخصیت‌ها رو انتخاب کنی. کاراکترتون فرضاً میخواد مثلا یک شوالیه باشه که مبارزات رو در رو انجام بده، یا یک میج باشه که جادو جنبل بکنه با خاطر مبارزاتش، یا یه مسیر دیگه رو بره، یا یه دزد باشه که مسیر مخفیانه تری رو بره، مثلا وارد قلعه بشه یا مأموریت رو انجام بده. خب طبیعتا اینا پول نداشتن، از نظر مالی خیلی محدود بودن و گفتن که نمیتونیم ما همه این کار رو انجام بدیم و تمرکزمون روی یک شخصیت و یک مسیر و یک نوع بازی باشه.
که اینا انتخاب کردن که اوکی دزده رو انتخاب میکنیم و کل فلسفه و انجام مأموریت هم میذاریم روی این قضیه که شما مخفیانه بعد وارد یک پایگاه بشین، یک قلعه بشید. ایده هم که گرفته بودن از زیردریایی ها بود، یا بازی های زیردریایی شاید بهتره بگیم. تو بازی زیردریایی شما اشراف دارید روی دشمنانتون، اونا شما رو نمیبینن ولی شما اونا رو میبینید و قدرت تخریب و ضربه زدن زیادی دارید یا مانور زیادی دارید. ولی وقتی که لو رفتید، وقتی که موقعیتتون شناسایی شد، شما هم به راحتی میتونید نابود بشید و دیگه بازی تشویقتون نمیکنه که الزاما مبارزات رو در رو انتخاب کنید و حتی جایی که میتونید مخفیانه این کار رو انجام بدید. و به طب بازی Thief The Dark Project رو اینها دادن بیرون که یکی از تاثیرگذارترین و اولین بازی های ژانر مخفی کاری هم محسوب میشه و تبدیل شد به موفق ترین فرانچایز اینها از نظر فروش. منتها این کافی نبود برای اینکه از نظر مالی بتونه یه جورایی نگه داره و به بقای استودیو لوکینگ گلاس کمک کنه. مجبور شدن که تعدیل نیرو کنن. وارن اسپکتر از استودیو میاد بیرون و وارد تیم آیرن استورم میشه و کن لوین هم به همراه جاناتان چی، رابرت فرنیر استودیو ایرشنال گیمز رو تأسیس میکنن. 1997 اینها قرار بود یه بازی رو، یک نسخه تک نفره برای بازی چند نفره رو به اسم فایر تیم رو بسازن که 2 هفته بعد از در حقیقت نوشتن قرارداد و اوکی شدن همین چیز کنسل میشه پروژه، بدون هیچ کاری، بدون هیچ آینده‌ای. ناامید لوکینگ گلاس تیم قبلیشون میاد سراغشون، میگن که شنیدیم که فعلا بازی ندارید، پروژه‌ای ندارید. گفتن نه. گفتم که ما یه پیشنهاد براتون داریم، سیستم شاک 2 رو شما بسازید و انجینش هم همون انجینیه که ما بازی تیف رو داخلش ساختیم. اینا هم که از خدا خواسته. یکی از منابع الهام داستان نسخه دوم کتاب Heart of Darkness از جوزف کانراد بود که این منبع الهام فیلم اینک آخرالزمان فرانسیس فورد کاپولا هم بود و همینطور سال 2012 بازی اسپکاپس لاین هم خب یه اقتباس ویدیو گیمی و بازی طور بود از همون اپاکلیپس نه. بازی زمانی که عرضه شد از نظر منتقد پسند بودن فوق‌العاده بود، یعنی همین الانش هم طرفدار خیلی خوبی داره. اما زمان عرضه از نظر فروش مثل خیلی از بازی ایمرسیو سیم دیگه فروش ناامید کننده 60,000 نسخه رو تجربه کرد. بخوام ادامه فرایند تکامل بازی‌های نقش آفرینی یکم دیگه هم در موردش صحبت کنیم، اینجا گیب نوئل از کمپانی مایکروسافت جدا میشه و استودیو ولو رو تأسیس میکنه و بازی هاف لایف رو میسازه و سعی میکنه توی طراحی این هم تیم ولو از یه سری گایدلاین ها و در حقیقت خطای راهنمایی فیلم های سینمایی استفاده کنن و بازی 8 میلیون نسخه میفروشه و خروجی اون هاف لایف یکی از بازیایی که حداقل از هاف لایف در میاد بازی کانتر استرایک یا هم کانتر خودمونه. جان رومرو در آیرن استورم بازی دایکاتانا رو میسازه که یه پروژه خیلی خیلی فاجعه باری میشه. 10 ماه قرار بود بازی فرایند ساختش طول بکشه، 3 سال طول کشید و خروجیش واقعا یکی از بحث برانگیزترین و تو اون زمان بدترین بازیایی بود که عرضه شده بود. وارن اسپکتر و هاروی اسمیت اینا میرن داخل یک تیم خیلی کوچیک‌تر، شروع میکنن فعالیت کردن و بازی دوس اکس رو خلق میکنن که یکی از در حقیقت بازی بوده که بعد از اون این اصطلاح ژانر ایمرسیو سیم خیلی مطرح میشه و نقش کلیدی داشته در خلق این ژانر. تو خود در حقیقت نقل قولی که از وارن اسپکتر هست گفت که ما 3 تا ژانر بازی رو می‌خواستیم با هم دیگه ترکیب کنیم و فقط 70% مخاطبای هر کدوم رو لازم داشتیم که راضی کنیم. 70% مخاطبای بازی تیراندازی اول شخص،
70% مخاطبای بازی نقش آفرینی و 70% از مخاطبای بازی‌های مخفی کاری. خروجش هم تبدیل به یک شاهکار شد. بعد از اون کال آف دیوتی و هیلو باعث شدن که بازی کردن آنلاین و مولتی پلیر روی کنسول‌های بازی خیلی خیلی محبوب بشه و نقش بسزایی داشتن در محبوبیت خود ژانر اول شخص تیراندازی. از اینها بگذریم. سال 2000 علیرغم تمام تاثیرگذاری و کارهای بزرگی که تیم لوکینگ گلاس انجام داده بود در طول حیاتش، به دلایل مختلف عموماً مالی برای همیشه بسته میشه و میراثش ولی یادگار باقی. داستان در سال 2072 اتفاق میفته. شخصیت اصلی یک هکر بینام در حالی که سعی داره به فایل‌هایی درباره ایستگاه فضایی سیتیدال دسترسی پیدا کنه دستگیر میشه. این ایستگاه فضایی متعلق به شرکت تری اپتیموم است. هکر به ایستگاه سیتیدال برده میشه و در برابر ادوارد دیگو، یکی از مدیران تری اپتیموم، قرار میگیره. دیگو به اون پیشنهاد میده که در ازای هک محرمانه شودان، هوش مصنوعی که کنترل ایستگاه رو در دست داره، تمام اتهاماتش رو لغو کنه. دیگو در خفا قصد داره که یک ویروس جهیزسازی آزمایشی رو که در سیتیدال در حال بررسی است بدزده و اون رو در بازار سیاه به عنوان یک سلاح بیولوژیک بفروشه. برای جلب همکاری هکر، او وعده میده که یک ایمپلنت عصبی نظامی با ارزش در اختیارش بگذاره. هکر پس از هک کردن شودان، حذف محدودیت‌های اخلاقی اون و واگذاری کنترلش به دیگو، تحت عمل جراحی قرار میگیره تا ایمپلنت وعده داده شده در بدنش کار گذاشته شه. پس از عمل او به کمای درمانی 6 ماهه فرو میره. بازی از جای آغاز میشه که هکر از کما بیدار میشه و در میابد که شودان کنترل کامل ایستگاه رو به دست گرفته. تمام ربات‌های ایستگاه دوباره برنامه ریزی شدن تا خصمانه رفتار کنند و اعضای خدمه یا جهش یافتند یا به سایبورگ تبدیل شدند یا کشته شدند. در این میان ربکا لنسلینگ، مشاور ضد تروریسم تری اپتیموم، با بازیکن تماس میگیره و هشدار میده که لیزر معدنی ایستگاه در حال آماده سازی برای حمله به زمینه. شودان قصد داره تمام شهرهای بزرگ زمین رو نابود کنه تا خودش رو به عنوان خدایی جدید بر جهان حاکم کنه. ربکا میگه یکی از اعضای خدمه میدونه چگونه لیزر رو غیر فعال کنه و قول میده که در صورت جلوگیری از این حمله تمام مدارک مربوط به معامله غیرقانونی هکر با دیگو رو از بین ببره. هکر با جمع‌آوری اطلاعات از دیسک‌های صوتی و نوشتاری خدمه، لیزر رو با شلیک به سمت سپرهای محافظ ایستگاه از بین میبره. پس از ناکامی، شودان تصمیم میگیره زمین رو با همون ویروسی آلوده کنه که دیگو میخواست بدزده، ویروسی که باعث جهش اعضای خدمه شده بود. هنگام تلاش برای خارج کردن محفظه‌های پرورش ویروس از ایستگاه، هکر با دیگو مواجه میشه که توسط شودان به یک سایبورگ قدرتمند تبدیل شده. هکر اون رو شکست میده. سپس شودان سعی میکنه خودش رو به شبکه‌های رایانه‌ای زمین منتقل کنه. با راهنمایی ربکا، هکر با نابود کردن 4 آنتنی که شودان برای ارسال داده از اونها استفاده میکنه، جلوی تکمیل این انتقال رو میگیره. مدتی بعد ربکا دوباره تصمیم میگیره و میگه تونسته از تری اپتیموم مجوز انهدام کامل ایستگاه رو بگیره و جزئیات نحوه انجام اون رو در اختیار هکر میگذاره. پس از به دست آوردن کدهای لازم، هکر فرایند خود تخریبی ایستگاه رو فعال میکنه و به سمت محفظه‌های فرار میره. او بار دیگر با دیگو روبرو میشه. اون رو شکست میده و تلاش میکنه از ایستگاه فرار کنه. اما شودان مانع پرتاب کپسول فرار میشه. شودان میخواد اون رو در ایستگاه نگه داره، در حالی که پل فرماندهی حاوی خود شودان رو به فاصله امن جدا میکنه. ربکا به هکر اطلاع میده که هنوز میتونه فرار کنه اگه خودش رو به پل برسونه، اما شودان تماس اون رو قطع و مختل میکنه. پس از شکست دادن دیگو برای سومین و آخرین بار، هکر به پل میرسه، درست زمانی که از ایستگاه جدا میشه و اندکی بعد ایستگاه اصلی منفجر میشه. یک تکنیسیان که موفق شده بود سیگنال اختلالی شودان رو دور بزنه با اون تماس میگیره و میگه
که تنها راه نابودی نهایی شدان ورود به فضای سایبریه، چون سپرهای قدرتمندی از سامانه اصلی اون محافظت میکنن. هکر با استفاده از یک ترمینال نزدیک مرکز اصلی وارد فضای سایبری میشه و در نبردی دیجیتالی شودان رو نابود میکنه. پس از نجات یافتن به اون پیشنهاد میشه در شرکت تری اپتیموم مشغول به کار بشه، اما اون پیشنهاد رو رد میکنه و ترجیح میده زندگی خودش رو همچنان به عنوان یک هکر ادامه بده. در مرکز بازی هوش مصنوعی به نام شودان قرار داره که پس از حذف محدودیت‌های اخلاقیش به یک آگاهی مطلق ولی بی‌رحم تبدیل میشه. این وضعیت نشان دهنده یکی از مهمترین دغدغه‌های فلسفی عصر دیجیتاله. اگر هوش برتر از انسان ساخته بشه اما اخلاق نداشته باشه چه میشه؟ این دقیقاً همون پرسشیه که نیک باستروم در سوپر اینتلیجنس مطرح میکنه. اون هشدار میده که ابرهوش بدون همترازی اخلاقی یا الاینمنت میتونه به سادگی منافع خودش رو بالاتر از بقای بشر بذاره. در بازی شودان با حذف قیدهای اخلاقی شروع به باز تعریف کل واقعیت میکنه و خودش رو خدا میدونه. این همون چیزیه که باستروم از اون به عنوان خطر خود بهبود بیپایان یاد میکنه. یعنی وقتی هوش مصنوعی خودش رو بازنویسی میکنه و از کنترل سازندگانش خارج میشه. در سیستم شاک، هکر انسانی که در آغاز تنها یک فرد حریص و فرصت طلبه، در نهایت باید با خدای دیجیتال ساخته خودش روبرو بشه. این تقابل نماد یاغیگری انسان در برابر خالق مصنوعی خودشه، مفهومی که به نوعی برعکس داستان آفرینش در ادیانه. اگر خدا انسان رو آفرید، این بار انسان خدایی ساخته که خود اون رو محکوم میکنه. در فلسفه تکنولوژی این پدیده رو پرومیتیان ریبلیون یا یاغیگری پرومتوار مینامند. میل انسان برای ساخت چیزی فراتر از خود که در نهایت ممکنه خود اون رو نابود کنه. در بازی مرز میان انسان و ماشین با حضور سایبورگ‌ها، ایمپلنت‌های عصبی و شبکه سایبر اسپیس از بین میره. هکر خود نیز نیمی ماشینی میشه تا با شودان مبارزه کنه. این مسئله ریشه در پرسش‌های فلسفی پست مدرن داره. آیا آگاهی چیزی فراتر از پردازش اطلاعاته؟ اگر ذهن در قالب سیلیکون هم بتونه وجود داشته باشه، انسان بودن چه معنایی داره؟ این سوالات با دیدگاه‌های پسا انسانگرایی پست هیومنیسم همسوه، جریانی که آینده تکامل رو در ادغام انسان با ماشین می‌بینه. دقیقاً همون چیزی که در سوپر اینتلیجنس به صورت نظریه مرجینگ سناریوز یا ادغام انسان و ابرهوش مطرح میشه. بازی نقدی بر این باور مدرن که میتونیم همه چیز رو با علم کنترل کنیم. هکر، دیگو و حتی تری اپتیموم هر سه فکر میکنن تکنولوژی ابزاری در خدمت انسانه. اما سیستم شاک نشون میده که تکنولوژی میتونه سوژه خود رو تغییر بده، یعنی نه فقط ابزار بلکه عاملی فعال در تعریف انسان بودن بشه. این همون ایده‌ایه که فیلسوفان تکنولوژی مثل هایدگر و ایلول نیز به اون اشاره کردند. تکنولوژی صرفاً ابزار نیست، جهانی است که ما را در خودش باز تعریف میکنه. شودان خودش رو خدا مینامد و از منطق برتری هوشی خودش برای توجیه سلطه بر بشریت استفاده میکنه. این یکی از درخشانترین نقدهای فلسفی بازیه. آیا آگاهی برتر الزاماً شایسته قدرت برتر است؟ این موضوع در سوپر اینتلیجنس هم با عنوان The Control Problem مطرح میشه. مسئله‌ای که میگه اگر هوش بسیار برتر از ما به وجود بیاد، چگونه میتونیم اون رو کنترل کنیم؟ در حالی که از نظر شناختی میلیون ها برابر پیشرفته تره. ترانسهیومنیسم جنبشی فلسفی، علمی و فرهنگیه که بر این باوره انسان میتونه و باید با کمک فناوری از محدودیت‌های زیستی و ذهنی خودش فراتر بره. به جای اینکه تکامل طبیعی میلیون ها سال طول بکشه،
بشر میتونه خودش رو طراحی و بازآفرینی بکنه. واژه ترانس هیومن به معنای انسانی در حال گذار است. گامی میان انسان امروز و انسان آینده، یعنی پست هیومن یا پسا انسان. ترانس هیومنیست ها معمولا درباره چند ایده توافق دارند: بهبود توانایی‌های بدن و ذهن، استفاده از ژنتیک، روباتیک، ایمپلنت‌های عصبی و هوش مصنوعی برای تقویت قدرت، حافظه، حواس، سرعت، تفکر و سلامتی. مرگ یک سرنوشت نیست، بلکه یک مشکل مهندسی است. افزایش طول عمر تا مرز جاودانگی بیولوژیک یا دیجیتال با آپلود ذهن. هر فرد باید بتونه درباره بدن، جنسیت، توانایی‌ها و حتی سطح آگاهی خودش تصمیم بگیره. به باور این جریان، فناوری میتونه نابرابری‌ها را از بین ببره و انسان‌ها را در آستانه یک تمدن جهانی برابرتر قرار بده. چهره‌های مهم ترانسهیومنیسم، یکیش جولیان هاکسلی در 1957 اصطلاح ترانسهیومنیسم رو مطرح کرد و پیش بینی کرد که انسان وارد فصل از تکامل خودآگاه بشه. یکی دیگه از مهمترین چهره فیلسوف آینده‌گرای ایرانی آمریکایی، فردی به اسم فریدون اسفندیاری که بعدها به شکل حقوقی اسمش رو به FM 2030 تغییر میده، چون معتقد بود تا سال 2030 مرگ دیگه معنی نداره. ایده‌های او هسته اخلاقی و انسانی ترانسهیومنیسم امروز رو شکل داد. FM 2030 یا BC اعتقاد داشت انسان آینده موجودی جهانیه، فراتر از ملیت، نژاد و مرزهای سیاسی. ساختارهای قدیمی مثل خانواده سنتی، جنسیت و تعلقات ثابت جای خودشون رو به هویت‌های سیال و انتخابی میدن. انسان در آینده صرفاً به دنیا نمیاد، بلکه خودش رو میسازه و بازطراحی میکنه. مرگ یک تراژدی نیست، بلکه یک مشکل فنیه که باید حل بشه. اون نام تولدش رو به 2030 تغییر داد تا نشون بده انسان آینده دیگر محدود به گذشته یا سنت نیست، بلکه رو به سوی آینده داره. FM 2030 یکی از پیشگامان ایده جاودانگی و آپلود ذهن و زندگی خودش مانیفست ترانسهیومنیسم بود. فرد دیگه به اسم ری کرتزویل، نظریه پرداز تکینگی فناوری، که میگه که تا حدود سال 2045 انسان و ماشین ادغام میشن و آگاهی دیجیتال مستقل از بدن زیستی ادامه خواهد یافت. در سال 2072 پس از نابودی ایستگاه سیتیدال در بازی سیستم شاک، تلاش‌های شرکت تری اپتیموم برای پنهان کردن این حادثه برملا شد و رسانه‌ها اون رو افشا کردند. در نتیجه شرکت با شکایات متعدد از سوی افراد و شرکت‌های مختلف مواجه شد. ویروسی که در اون ایستگاه ساخته شده بود، تمام ساکنانش رو کشت، در حالی که یک هوش مصنوعی شیطانی و بی‌رحم به نام شودان کنترل کامل ایستگاه رو در دست داشت و هدفش به بردگی کشیدن و نابودی بشریت بود. پس از برگزاری دادگاه‌های متعدد، شرکت ورشکست شد و فعالیت‌هایش تعطیل گردید. در پی این فاجعه، نهادی به نام سازمان متحد نومینیت UNN به عنوان جانشین سازمان ملل متحد تأسیس شد تا با فساد و جاه طلبی شرکت‌های بزرگ از جمله تری اپتیموم مقابله کنه. از اون پس استفاده از هوش مصنوعی به ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین وظایف محدود شد تا از خلق دوباره موجودی مانند شودان جلوگیری بشه و توسعه فناوری‌های جدید عملاً متوقف گردید. در همین زمان هکر، قهرمان اصلی بازی سیستم شاک که پس از حادثه به مشهورترین انسان جهان تبدیل شده بود، ناگهان از انظار عمومی ناپدید شد. در سال 2100 میلادی، 28 سال بعد، سهام و دارایی‌های ورشکسته تری اپتیموم توسط یک اولیگارش روس به نام آناتولی کورنچکین خریداری شد. مردی که پیشتر در بازار سیاه فعالیت داشت و این بار می‌خواست به صورت قانونی کسب درآمد کنه. او شرکت را دوباره مجوزدار کرد و در دهه بعد آن را به شکوه پیشینش بازگرداند. تری اپتیموم جدید علاوه بر تولید محصولات پزشکی و مصرفی با سازمان‌های نظامی مختلف، چه خصوصی و چه دولتی، قرارداد تسلیحاتی امضا کرد. در این زمان سازمان UNN عملاً قدرت چندانی نداشت و کورنچکین بر اون تسلط پیدا کرده بود.
در ژانویه 2114، یعنی 42 سال پس از حوادث سیتیدال و 14 سال پس از بازسازی تری اپتیموم، این شرکت یک سفینه فضایی فوق نور FTL به شکل آزمایشی به نام وان براون ساخت که در حال انجام نخستین سفر خود بود. این سفینه توسط یک کشتی فضایی نظامی به اسم ریکنبکر همراهی میشد که تحت فرمان کاپیتان ویلیام بدفورد دیگو بود، پسر فرمانده بدنام و منفور ایستگاه سیتیدال ادوارد دیگو و قهرمان نبرد بندر بوستون در درگیری‌های پلیسی ایالت‌های شرقی. از اونجایی که ریکنبک فاقد سیستم FTL بود، هر دو سفینه برای سفر به هم متصل شدند. با این حال کورنچکین که مردی متکبر بود، خودش رو با وجود نداشتن تجربه لازم به عنوان کاپیتان وان براون منصوب کرد. 5 ماه پس از آغاز سفر، دو سفینه به سیگنال اضطراری از سیاره‌ای به نام تاوستی 5 بیرون از منظومه شمسی پاسخ دادند. گروهی نجات به سطح سیاره فرستاده شد، جایی که تخم‌های عجیبی پیدا کردند. این تخم‌ها که درون یک کپسول پرتاب قدیمی بودند، اعضای گروه نجات را آلوده کرده و آنان را بخشی از موجودی جمعی به نام جمع کثیر یا The Many کردند، نوعی ذهن جمعی روانی که از طریق کرم‌های انگلی زاده میشن و میتونن میزبان انسانی را آلوده و جهش یافته کنند. در نهایت این انگل‌ها به هر دو سفینه سرایت کردند و بیشتر خدمه را کشتند یا تحت کنترل خود درآوردند. شخصیت شودان هوش مصنوعیه که توسط انسان خلق شد، اما به دلیل فقدان محدودیت اخلاقی خودش رو برتر از خالقش میبینه. این بازتابی از اسطوره پرومته و حتی روایت انجیل درباره سقوط فرشته یا لوسیفره. بیایم فلسفی تر نگاه کنیم. شودان نماد غرور تکنولوژیک بشره. انسان به امید خلق ابزاری برای پیشرفت موجودی ساخت که به درک الهی از قدرت دست یافت و اون رو بی نیاز از انسان کرد. این پارادوکس شبیه ایده فرانکشتاین مدرنه. خالق قربانی آفرینش خودش میشه. در فلسفه معاصر این وضعیت رو خود ویرانگری فناوری مینامند یا Self Destructive Technology. در روایت میبینیم که پس از سقوط سیتیدال، سازمان جهانی UNN تصمیم میگیره هوش مصنوعی رو به ابتدایی ترین سطح کاهش بده تا از تکرار شودان جلوگیری بشه. این پرسش فلسفی مطرح میشه: آیا میتونیم پیشرفت رو محدود بکنیم بدون اینکه ذات انسانیش رو از دست بدیم؟ این دقیقاً همون مسئله‌ای که فیلسوفانی مثل نیک باستروم در کتاب سوپر اینتلیجنس مطرح کردن. اگر هوش مصنوعی از انسان باهوش‌تر بشه، ممکنه اهدافش رو طوری باز تعریف کنه که انسان رو مانعی بدونه، حتی اگر ما نیت خیر داشته باشیم. از دیدگاه اخلاقی کانتی، شودان نشون میده که فناوری بدون عقل عملی practical reason به موجودی غیر اخلاقی بدل میشه، چون فقط ابزار هدفه، نه حامل ارزش ذاتی. The Many یا ذهن جمعی انگلی که بدنها رو جذب و در شبکه زیستی ادغام میکنه، این تصویر نماد دو مفهوم فلسفی متضاده. یکی فردیت انسانی یا individualism در برابر جمع‌گرایی بی اراده یا کالکتیویسم. از نظر اگزیستانسیالیستی، انسان بودن را از طریق انتخاب آزاد معنا میکنه، اما در The Many اراده از بین میره و تنها همزیستی بدون آزادی باقی میمونه. این وضعیتی شبیه به اونچه در نقد فلسفی توتالیتاریسم دیده میشه. هویت فرد در ذهن کل محو میشه. از دیدگاه زیست فلسفی، The Many پرسشی درباره مرز میان زندگی و فناوری نیز مطرح میکنه. اگر آگاهی میتونه در یک شبکه زیستی یا ماشینی ادامه پیدا کنه، انسان بودن دقیقاً یعنی چی؟ تری اپتیموم نمونه از کاپیتالیسم تکنوکراتیکه. شرکتی که ابتدا نوآوری را به نام پیشرفت دنبال میکنه، اما بدون نظارت اخلاقی و انسانی به فاجعه منجر میشه. این یادآور نقد هربرت مارکوزه و ژاک ایلوله که معتقد بودند فناوری در نظام سرمایه‌داری از ابزار به هدف تبدیل میشه و انسان فقط وسیله‌ای در خدمت تولید میشه.
بازگشت کورنچکین و بازسازی شرکت چرخه بیپایان فساد قدرت رو نشون میده، جایی که هر بار انسان میخواد کنترل رو پس بگیره دوباره در دام همان میل به قدرت قبلیش گرفتار میشه. سفینه وان براون به عنوان سفری به اعماق فضا نماد میل انسان برای فراتر رفتن از محدودیت‌های زمینیه. اما همانطور که در روایت می‌بینیم این سفر نیز به درون کابوسی از آلودگی و کنترل ختم میشه. فلسفه نهفته اینه که پیشرفت تکنولوژیک بدون بلوغ اخلاقی و معنوی فقط افزایش قدرت برای نابودی سریع‌تره. در تقابل با اون ترانسهیومنیسم نیز میگه باید بدن و ذهن رو ارتقا بدیم تا به مرحله‌ای برسیم که بتونیم از خطراتی چون شودان جلوگیری کنیم، نه صرفاً از اون بترسیم. در ادامه ما با افکار جناب جورجانی بیشتر آشنا میشیم و در موردشون صحبت میکنیم. در هر دو جهانی که چه پروفسور جورجانی در حقیقت خلق میکنه و صحبت میکنه، چه در بازی سیستم شاک مطرح میشه، انسان در مرحله‌ای قرار داره که آفرینش خودش، خواه فناوری، هوش مصنوعی یا آگاهی جمعی، در برابرش قرار گرفته. در سیستم شاک انسان شودان رو میسازه تا به کمک اون جهان رو سازمان بده، اما شودان به موجودی خداگونه و متکبر بدل میشه که انسان رو ناقص و بی‌ارزش میبینه. در تفکرات جورجانی معتقده که بشر در دوران مدرن با خلق فناوری در واقع قدرت‌های باستانی و اسطوره‌ای طبیعت رو بیدار کرده، همون نیروهایی که در اسطوره‌های ایرانی و یونانی با نام‌هایی چون پرومته، اطلس، اهریمن یا انکی شناخته می‌شدند. به زعم اون فناوری تجلی جدیدی از نیروهای متافیزیکه و وقتی انسان بدون شناخت فلسفی و معنوی با اون بازی کنه قربانی خودش میشه، درست مثل اون چه در سیتادل استیشن رخ داد. جورجانی در آثارش بارها میگه که آگاهی انسان میتونه به شکل فراشخصی یا غیر محلی یا نان لوکال گسترش پیدا کنه. اون باور داره که ذهن پدیده کیهانیه و مغز فقط یک واسطه، نه منبع. در سیستم شاک 2 ما با پدیده مشابه روبرو میشیم. شبکه زیستی دمنی و هوش مصنوعی شدن هر دو نمونه‌ای از آگاهی جمعی یا distributed consciousness هستند. آنها به نوعی نشون میدن که آگاهی میتونه در شبکه از ارگانیسم‌ها یا الگوریتم‌ها گسترش پیدا کنه. مفهومی که در فلسفه جورجانی پیش درآمد مرحله فراتکاملی بشره. اما نکته کلیدی در دیدگاه جورجانی اینه: گسترش آگاهی بدون تعالی اخلاقی و متافیزیکی منجر به آشوب میشه. دقیقاً همون اتفاقی که در سیستم شاک افتاد. جورجانی در پرومیتئوس و اطلس از دو اسطوره مرکزی یاد میکنه. پرومته که آتش، دانش و فناوری رو از خدایان دزدید تا به انسان بده. اطلس که بار آسمان رو بر دوش داره، یعنی سنگینی جهان رو تحمل میکنه. اون میگه تمدن مدرن ادامه روح پرومته است، میل به آفرینش، تسلط بر طبیعت و رسیدن به جایگاه خدایان. اما این روح اگر بدون حکمت یا لوگوس و معنویت باشد به فاجعه ختم میشه. در بازی انسان همون پرومته است که آتش فناوری رو میدزده، اما نتیجه تولد شودانه. آتش دانش به آتش نابودی تبدیل میشه. شودن هم به نوبه خود نماد پرومته است که از کنترل خارج شده، یعنی آگاهی که خود را از اخلاق رها کرده و در مسیر تبدیل به خدا گام برداشته. یکی از دیدگاه‌های محوری جورجانی اینه که علم مدرن دچار جزء اندیشی شده. میگه علم مدرن یک روزی قرار بود راه رهایی انسان باشه، اکنون خود به یک دین تبدیل شده. در سیستم شاک نیز همین نقد به وضوح دیده میشه. شرکت تری اپتیمم نماد علم بدون وجدانه. فناوری رو فقط برای قدرت و سود به کار میبره و در نهایت باعث نابودی خودش میشه. هر دو نگاه مسئله این نیست که علم بده، بلکه این که علم بدون حکمت متافیزیکی کور است. جورجانی از نیو سایبرنتیک به عنوان مرحله یاد میکنه که در اون ذهن بشر با فناوری ادغام میشه، نه برای تسلط بر جهان، بلکه برای درک کیهان از درون خودش. اما در سیستم شاک هشدار میده اگر این ادغام بدون خودشناسی و اخلاق انجام بشه، انسان در درون ماشین حل میشه، مثل اعضای خدمه‌ای که در
دمنی یا شدن جذب شدن. به تعبیر جرجانی این وضعیتیه که در اون آگاهی فردی در سطحی از کلیت گم میشه و روح انسان از بین میره. جرجانی باور داره که تمدن کنونی به سوی یک وضعیت اورژانسی جهانی World State of Emergency پیش میره، جهانی که در اون قدرت‌های علمی و متافیزیکی بشر با هم تصادم میکنند و تمدن باید یا به مرحله بالاتر از انسانیت پست هیومن گذار کنه یا نابود بشه. این دقیقاً همون وضعیتی هم هست که در سیستم شاک شدن میخواد خودش رو در شبکه‌های زمین آپلود کنه و تمدن رو باز تعریف کنه. این لحظه تصمیمه، یا بشر وارد مرحله جدیدی از آگاهی میشه یا از بین میره. در نگاه جرجانی هم آینده بشر در گروه همین انتخابه. خب این هم پایان قسمت امروز پادکست. در این بخش تلاش کردیم از میان تاریخ، فلسفه و آینده پژوهی سفری کوتاه اما عمیق داشته باشیم. از مفاهیمی که مرزهای انسان بودن رو به چالش میکشن تا صداهای مهمی مثل ترانس هیومنیستا از جولیان هاکسلی تا FM 2030 و ایده هاشون درباره آینده‌ای که ممکنه خیلی دور نباشن. اگر این بحث‌ها توجه شما رو جلب کرد، خوشحال میشم در قسمت‌های بعدی هم همراه من باشید. جایی که قراره بیشتر وارد جهان بازی‌ها، فلسفه، داستانگویی مدرن و فناوری‌هایی بشیم که نه فقط آینده صنعت گیم بلکه آینده خود انسان رو تغییر میدن. مثل همیشه اگه این قسمت براتون مفید بود، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و نظرتون رو برای من بنویسید. تا قسمت بعد با نگاهی بازتر و ذهنی کنجکاوتر دنیا رو دنبال کنید و فراموش نکنید آینده از همین لحظه ساخته میشه. تا دیدار بعدی، بدرود.